4 تا لیمو، اون 2 تا زنجبیلی هم که اون رو گذاشتم. آره خدا خیرت بده. شات زنجبیل تو این اینستاگرام بالای 10 تا کلیپ دیدم که همه ازش درست کردن ولی هیچکی نگفته بشه دردی میخوره. 1 کف دست زنجبیل، 2 تا پرتقال، 3 تا یا 4 تا لیموی کوچیکو با هم مخلوط میکنیم. بعد از اینکه مخلوط کردیم از یه پارچه ردش میکنیم، توفاله و آبش جدا بشه، آبشو میگیریم میریزیم توی شیشه‌های دربسته کوچیک میذاریم توی یخچال. صبح به صبح ناشتا 1 شات از این زنجبیل رو با 1 نصف لیوان آب مخلوط میکنیم و میخوریم. نیم ساعت بعدش هم صبحونمون رو میخوریم. به چه دردی میخوره؟ پاکسازی روده معده، کبد و کلیه، سیستم گوارش کلن، چربی سوزی فوق‌العاده قوی و برای پوست و جوانسازی فوق‌العاده عالیه. بهتون پیشنهاد میکنم.